میشه خطرناک ترین طلسم های یهودی رو به ترتیب بگی؟ آره، عددش با تو، طلسمش با من. شماره 6. طلسم از روی عکس، یه عکس 2 نفره با همسرت رو از فضای مجازی بر میدارن، کنار هم میذارن و روش ورد میخونن. اینجوری کم کم رابطت سرد میشه و در نهایت به جدایی میرسه. شماره 5. طلسم استخوان گوسفند، یک دعا مینویسن و دفنش میکنن. نتیجهش این میشه که هرچی پول در بیاری خیلی راحت از دستت میره. شماره 4. طلسم بالشت، ورد رو روی بالشت مینویسن و توی خونه قایم میکنن. تاثیرش میشه بیخوابی، کابوس‌های سنگین و حتی بیماری‌های عجیب. شماره 3. طلسم آب، آبی که روش ورد خوندن و توی گلدون خونت میریزن. از همون لحظه تمام گیاهانت خشک میشه، حالا هوای خونت سنگین میشه و بیماری‌های ناگهانی میاد سراغت. شماره 2. طلسم پای حیوان، طلسم رو به پای حیوان میبندن و ولش میکنن توی بیابون یا توی جنگل. این طلسم باعث میشه انرژی سیاه مستقیم وارد خون و نسل فرد طلسم شده میشه. شماره 1 و خطرناکترین طلسم بیماری لاعلاج، با خون نوشته میشه و هدفش اینه سلامتیت کامل قفل بشه و زندگیت مختل بشه. یه روش محرمانه وجود داره که میتونه همه این طلسم ها رو باطل کنه. اگه میخوای رایگان بهت بگم، کلمه دفن رو کامنت کن، دایرکت برات میفرستم.